فرایند تولید کاشی، ابتدا خاک‌ها به عنوان مواد اولیه در واحد دپوی خاک ذخیره سازی شده و سپس وارد سنگ شکن می‌شوند. در حال حاضر از 7 گونه مواد اولیه و خاک استفاده می‌شود: خاک بنتونیت، دولومیت و زنوس، خاک کویر پنجم و خاک کد بی که فراهم کننده کاولن و همه جزو مواد اصلی سرامیک هستند. خاک صنعتی قوشه و خاک ضایعات بیسکویت نیز نقش پرکننده و کمک ذوب را دارند. در آزمایشگاه خواص فیزیکی و شیمیایی مواد آزمایش می شود. مواد پس از دانه‌بندی مناسب در دستگاه بالمیل به طور آزمایشی آسیاب شده و سپس دستگاه پرس به این ماده شکل می دهد. نمونه آماده شده در شرایطی کاملا شبیه به شرایط دستگاه‌های پرس واقعی کارخانه در ابعاد 5 در 10 سانتی متر قالب زده می شود تا پس از خشک شدن وارد کوره پخت شود. پس از طی مرحله پخت، بیسکویت یا بدنه کاشی آماده شده از لحاظ مقاومت خمشی آزمایش می شود تا مقدار استحکام کاشی در برابر فشار نیروی خارجی وارد شده به آن به دست آید. از سوی دیگر برای سنجش مقدار جذب آب، اندازه‌گیری معیار لعاب، زمان پخت و نقطه ذوب لعاب کاشی از کوره گرادیان استفاده می شود تا نتیجه مناسب برای تولید انبوه کاشی به دست آید. نمونه اولیه آماده شده جهت اندازه‌گیری شیمیایی عناصر موجود و سنجش pH و نمک‌های محلول به قسمت آنالیز شیمیایی رفته. پس از جمع‌بندی کلی و نتیجه گیری شناسنامه خاک و مواد ارسالی تهیه می شود. خاک‌ها با نسبت معین به دست آمده در آزمایشگاه در بالمیل‌ها به همراه مقدار معین آب مخلوط شده. پس از گردش دورانی به مدت 20 ساعت فراورده نهایی به صورت گرانول یا ماسته در می‌آید. گرانول به دست آمده جهت شکلی به وسیله 2 سیستم انتقالی نوارهای نقاله و لوله‌های مکنده به سوی دستگاه‌های پرس فرستاده می‌شود. پس از عمل هواگیری و فرمدهی گرانول در دستگاه پرس، کاشی خام یا بیسکویت آماده می شود. بیسکویت ها پس از گذراندن مرحله پرس دسته‌بندی شده روی واگن ها قرار می گیرند تا برای خشک شدن به کوره های خشککن منتقل شوند. پس از خشک شدن بیسکویت ها و خروج از کوره خشککن، واگن ها بلافاصله به کوره پخت منتقل می شوند. هر کوره گنجایش 51 واگن را دارد که هر 1 ساعت 1 واگن وارد کوره ها می شود. از سوی دیگر در واحد طراحی و اجرا ذوق هنرمندان طراح به بار می نشیند و طرح‌ها با توجه به تکنیک های روز و موارد کاربرد کاشی ها با الهام از نقش های اصیل بر روی کاغذ کالک رسم می شوند و سپس نمونه طرح رنگ‌آمیزی می شود. در آزمایشگاه نمونه‌های رنگ‌آمیزی شده با رنگ‌های سرامیکی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا رنگبندی خاص نمونه جهت استفاده در تولید مشخص شود. پس از تایید، طرح جهت ساخت شابلون سیلک ابتدا به واحد عکاسی فرستاده می‌شود. در این واحد از روی طرح به وسیله فیلم لیتوگرافی عکس برداری می‌شود.
برای تهیه نسخه های رنگی مختلف یک طرح به صورت های کنتراست از دستگاه چاپ کنتاکت استفاده می شود که درست همان روش تهیه فیلم لیتوگرافی است. باید دانست که در روش چاپ سیلک برای چاپ هر رنگ از شابلون جداگانه‌ای بهره می‌گیرند که طرح آن کامل کننده طرح شابلون‌های دیگر است. تهیه قاب شابلون، توری آن را با آغشته کردن به ژلاتین و ماده حساس به نور آماده می‌سازند. این شابلون را بر روی فیلم های کنتراست مورد نظر قرار می‌دهند تا با عمل نوردهی نقش بر روی آن ثبت گردد. سپس جهت ظهور نقش شابلون با آب شستشو داده می‌شود. باید توجه داشت که به دلیل حساسیت ژلاتین به نور، مراحلی که مشاهده می‌شود در تاریکی انجام می‌گیرد. منطبق بودن شابلون بر روی فیلم های کنتراست و مقدار زمان نوردهی را نیز باید کاملا در نظر گرفت. شابلون های آماده شده پس از طی این مراحل در خط چاپ مورد استفاده قرار می گیرند. در ابتدای خط لعاب بیسکویت ها برس خورده تمیز می شوند و سپس آنها را از زیر آبشار لعاب عبور می دهند. طرح‌های نقش شده بر روی شابلون ها به وسیله دستگاه های چاپ سیلک بر روی کاشی ها چاپ می شوند. بدین منظور پیش از این مرحله سطح کاشی های لعاب خورده را با چسب چوب آغشته می کنند. پس از طی مرحله چاپ، کاشی های لعاب خورده برای آخرین بار وارد کوره لعاب می شوند تا لعاب آنها پخته و از استحکام کافی برخوردار شود. با خروج از طرف دیگر کوره، فراورده های نهایی راهی واحد سورس یا بسته‌بندی می شوند. ضایعات به سیلوی ضایعات بیسکویت برگردانده شده و کاشی ها نیز به لحاظ مرغوبیت در 3 یا 4 نوع بسته‌بندی و راهی بازار مصرف می شوند.